با اطلاع پایگاه خبری پیامنت در شهر خوجند، کمیسیونی ویژه از طرف رئیس این شهر تأسیس یافته برای بستن مساجدی به قول رئیس شهر زیادتی به کار آغاز کرده، علاقه از چند مسجد این شهر بازدید کرده است. روز 8 فوریه رئیس شهر خوجند رجبای احمدزاده دستور داده گفته است مساجدی که در نزدیکی مسجد دیگر قرار دارند به جایهای دیگر جمعیتی تبدیل داده شوند. یگان صیغه دوزندگی یا چایخانه کنید. اگر مسجد کلانتر باشد کودکستان کنید تا به مردم جایهای کاری شود. کمیسیون مذکور از حساب کارمندان کمیته دینی شهر و حفظ حقوق تشکیل کرده شده است. در خوجند که اهالیش حدود 200,000 نفر را تشکیل می‌دهد، 45 مسجد که از آن 5 تایش مسجد جامع است وجود دارد، یعنی برای هر 4500 نفر یک مسجد عمل می‌کند و مقامات بین آن مساجد زیادتی می‌جویند تا برای مردم جایهای کاری شود.